رابطه با وجود مبارک امام زمان خیلی سوال میشه. آقا اصلا آقا بر چیه؟ خاصیت آقا چیه؟ لزومی نداره ما هر چه در عالم هست و جوابشو بلد باشیم. چجوری مخفی شده؟ نمیدونم چجوری مخفی شده. بعد اینو از این جهت دارم میگم، بعد فکر میکنیم خیلی همون باید شروع کنیم برای این یه چیزی بتراشیم، میبافیم. بعد این میبافیم هیچ کدوم درست در نمیاد. جزیره خزراست، بعد میگیم مثلث برموداست. حالا کی رفته دیده؟ بعد یه پیدا میشه آقا اونجا خبری نیست، بعد فکر میکنن ما اصل قضیه دروغه. ما خیلی وقتا باید به مردم اینم بگیم آقا خیلی چیزا رو ما بلد نیستیم، نمیدونیم. ایرادی هم نیست. دینداری مردم هم فرق دانستن و ندانستن من و شما نیست. دینداری مردم فرق خوب بودن من و شماست. گیر داستانی نیست اگه مردم ببینن که ماها بلد نیستیم یا بلدیم. گیر داستانی که ماها خوب نیستیم.